هیچ کس دقیق نمیداند که مردم به این روستا کی و با چی سبب آمدند. میگویند سبق از کلمه سبق گرفته شده است. با اون دلیل که مردم دیگر دهه‌های گرد و اطراف به اینجا آمده سبق می آموختند. یعنی آماده کردن برنامه با یکی از دوستانم که سبقی لکلک است صحبت تلفنی داشتم. میگوید از روی نقل گذشتگانمان معنای کلمه سبق می باشد. زیرا در زمانهای پیشتر مردم این روستا تیراندازهای ماهر بودند و از گرد و اطراف برای تیراندازی آمده از اینجا سبق می گرفتند، یعنی به اصطلاح امروزه درس می گرفتند. و جای دیگر به معنای اصلی سبق آمده است. پیران ده هم میگویند سبق کلمه سعودی بوده، معنایش دشت سوخته است، یعنی دشت بی آب. واقعا تا سالهای نزدیک در این دامنه آب برای کشت دهقانان نارسا بود. شروع از سال 1983 تا سال 1989 با کمک حکومت آن وقت جویبار را از نفسازی و وسیع کردند. از روی کتیبه هایی که در موضع کوتل این دهه باستان شناسان پیدا کردند می توان تاریخ آن را به 6000 سال پیش نسبت داد. شغل اساسی مردمی این دهه زراعتکاری و چروهداری می باشد. ما برای از تاریخ و تمدن و رسم و آیین این مردم آگاه شدن با یکی از پیران دیاربابای حاج تویشبای هم صحبت شدیم. در دوره ظلم و ستم و بیدادگری باتورخوجه که میریم از چاه بود، یک قسمی مردم این روستا به دیگر منطقه کوچ میبندند. بعد به قبل باتورخوجه از عهد خود میگردد و مردم دوباره به این روستا قسما برمیگردند و قسم دیگرش آنجا باقی میمونند. سال 1923 وقتی که ارمیای سرخ به اینجا هجوم میکند، در اینجا زیاده از 30 نفر را با اتهام بسمجی سر میبرند. در طول تاریخ مردم اینجا از سبب باننگ ناموس بودن و غرور بلند داشتن و به هیچ کس سرخم نکردن به ضربه های دشمنان بسیار روبرو شدند. سال 1956 اهالی این روستا را به دشت دلورزین میکوچانند که در آن وقت در این دهه تنها 2 عائله باقی میماند. سپس شروع از سال 1980 مردم دوباره به این روستا یعنی به روستای بابایی آمدن را شروع میکنند. در دهه موضعی هستند که حتی برای مردمی دهه معنی نامهایشان معلوم نیست، مثلا قلندرکا، فویاز، ناوی پولستون، کاغر، کدراخ و دیگر نام‌هایی که اصلا در فرهنگ امروزی ما نیست. خب این اولین خانه است که در عموما تاریخی خیلی قدیمه دارد و عموما بعد از اصطلاحی گویم باتورخوجه این خانه رو ولنگار نکردن و شاید تاریخی یک 200 یا که 250 ساله داشته باشه. یگانه خانه که باتورخوجه ولنگار نکرده است این همین خانه است که با نام خانه سفرک خانه کلان مردم میشناسند. باتورخوجه به آن خاطر این خانه را ولنگار نکرده است که در این خانه یک کمپیر استقامت میکرده است و گویا او به کمپیر رحم کرده است. از قدیم این دهه با مردمی دلیر و شجاع، مهنت پرست، صلح‌خواه و غیور و جسور در میان دهه‌های دیگر کوهستان مسچا شهرتی به اندازه دارد. چگونه که از روی خاطره های بابای تویچبای به ما معلوم گردید، مردم پیش از مهاجرت به دشت دلورزین از چشمه بالای دهه که یک کمی آب داشته است استفاده میکردند. قسم دیگر از سبب کم بودن آب و نوبت نرسیدن به موضع گلوی آبورا که امروزه آب مردم استعمال میکند از آنجا با طریق لوله های مخصوص به دهه میآید میرفتند و با ساقه های چوبین آب میآوردند.
رفت صحبت بابای توشیبای به ما از تاریخ خلیچه سبقی یادآور شدند و خانه او را به ما نشان دادند که در قطار دیگر خانه‌های قدیمه قرار داشت و الکه از نیست زیادی دیوارهایش ولنگار بودند. محبوبیت خلیچه سبقی در آن است که کلی مردم کوهستانی مسجد اگر چیزی را پنهان کنند میگویند همه خیر روستش کردم که حتی خلیچه سبقی پیداش کردن نمیتوانند. بسیاری مردم همین بوده زرافشان عموما مردم کوهستان مسجد دیگر قشلاق‌ها یک نفر خوب میشناسند که خلیچه سبقی است. اما خلیچه سبقی کی بود؟ همین خونی عادیه. پیش کاتیامون زور فریو بیو هم یک میگم مثلا مولو میگوسیان چیزی همو میگن هم کار میکنن میشه. در دهه سبق سه مزار خرد با نام خوجی عزیزخون، خوجی غریبون، خوجی جنون و یک مزار کلان با نام خوجه ابراهیم موجود است. آن خوجی هست خوجی، آن خوجی عزیزون. مزار میشه. آن مزار ما. آن زیاد درخت که کاتون داشت لام برو مزار داشت. سیجوبه با خوش داشت. و نبا. حال مزار بود. اصلا مزار خوجی غریبون است. این خوجی عزیز بود. همین جناب. آنو اون تو زندگی تو زندگی خوب نخوری. خوبی جهون از روی نقل دهان به دهان که از پیشترها آمده است در دوره‌های خیلی پیشتر مردم این روستا در چند گوشه دهه اولاد به اولاد می نشستند. مثلا گروه در موضع پندور پایانی، گروه در پندور بالایی، گروه در تگ حوزه و گروه در سنگبست. در بسیار موضع‌های دهه گورهای کهنه هست. در روزنامه سفر اسکندرکل مؤلف خاطره‌های خود را درباره این دهه که سال 1870 به اینجا آمده است چنین می‌نویسد: در موضع سبق 10 خانوار اهالی، یک مسجد و یک مکتبخانه موجود است. هر یک مردم اینجا بز و گوسفند دارند. در بالای موضع مذکور چشمابی هست. در تابستان مردم بالای کوه برآمده بز و گوسفند خود را میچرانند و باز به موضع زمستان میآیند. مردم اینجا هر کدام موافق علاقدر حال دهقانی دارند که مثل جو و گندم، زغیر و باقلا می باشد. با مقصد معین کردن شرایط دانش آموزی خوانندگان در این دهه صحبت داشتیم با دیرکتور مکتب رحمتوف علمی دین. او میگوید با شرافت استقلالیت دولتی خوانندگان مکتب ما طی چند سال اخیر چندین نفر در دانشگاه‌های عالی کشور و بیرون از آن با طریق کوتاه پرزنتی ختم کرده در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت دارند و حالا نیز زیاده از 5 نفر خوانندگان با طریق کوتاه پرزنتی تحصیل دارند. در ترجمه برنامه صحبت داشتیم با سابق رئیس خواجگی این دهه علیزف محمد ناصر. پیشتداری سیوز به چرواداری مشغول بود. همین درومی همین کوهستان مسجد همش بحثا همین وای بود. ابیدینه این اولشاس وش میگفتن اتحادیه گوسفندانی کوهستان مسجد سال 75 تشکیل شد. همین کارخانه یک شنو همین تشکیل کردن. انا بعد این سیوز برهم خورد ما چرواد نیست نابود شد همش. یعنی مردم داشت و دیقونه را قطعی. یعنی جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، فرزند فرزانه ملت، پرزیدنت امام رحمان وای کرد.
ناحیه کرد کوهستان مسچورا. انا بعد همین مردم چند هزاری که های حاضر به همین کچک پروری مشغول. خب عین حال همین شما که مثلا سابق رئیس خواجگی هستید خوب معلومات دارید همین دهه سبق یعنی که همین دهه خودمان چند صد اهالی دارد یا چند خواجگی دارد و چند صد اهالی؟ 140 خواجگی دارد. 875 نفوس. 75 نفوس. خب شما میگفتید برای ما که همین اصلا همین نامواژه سبق از کدام کلمه گرفته شده است و عموما از بگفتی گذشته های ما چی معنی دارد؟ اساسا این به نام تاجیکیش سبق همین دیه و در وقت حاکمیت مثال سعودی و وای کردن همه حرف غیر خوش کردن. سعودی ها همش غیر میگن که همین سبق نمیکردن یعنی چول به او این جوبروش نبودن کانال نبود یک جوی مایده بود این جوبر لگرگیف وای منسوخ شده بود دستی کم تاوزر 6 او میبرد. این سال 70 اومده دوباره عبور کردن و همین چیش در انا از سال 76 ما کرشکیختی سر کار داریم تا حوزه. در صحیفه مهرآوری مسچاهی آبونه شوید و برنامه‌های رنگین ما را پیگیری کنید.